امروز 26 ینور است و این هم برنامه اخباری آزادی. سلام و خوش آمدید بینندگان عزیز. نخست می‌بینیم که کدام موضوع‌ها را همکاران ما به بررسی گرفتند. صاحبکاران تاجیک از باز شدن مرز چین استقبال میکنند، اما میگویند ارزش راکی را دندان شکن است. بار تیز می اومد، دستافکش شروع بود. در مبین 20 روز زیاد می اومد. آواز 3 4 ماه 5 ماه 6 ماه. 31 تانک ابرامس رئیس جمهوری آمریکا گزارشات درباره کمک‌های نوی نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. و ماشین‌های منصبداران تاجیک در گرجستان درماندند. این ماشین‌ها از 10 تا 100 هزار دلار نرخ دارند. باز شدن مرز چین ده‌ها صاحبکار را در تاجیکستان خوشحال کرده است. صاحبکاران تاجیک میگویند 3 سال اخیر با سبب بسته بودن مرز نمیتوانستند مال‌های خود را سری وقت دسترس کنند. بازارهای تاجیکستان پر از مال چینی است، ولی با سبب بسته بودن مرز چین اکنون جای آنها را مال ازبکستان پر کرده است. گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین در همین باره است. این محصولات ساخت چین است. مراد صالح و خانواده اش چند سال باز به آوردن کالا از چین مشغولند. به سبب بیماری کووید 19 چین مرزهایش را بست و مراد صالح و تاجران دیگری تاجیک به مشکل دچار شدند. تشکر نوش زور بود. بار تیز می اومد، دستافکش شروع بود. در مبین 20 روز زیاد می اومد. آواز 3 4 ماه 5 ماه 6 ماه. یخی بار توی سال یخی آدم خوبه. چیز کننسه. در 3 سال بسته بودن سرحد چین، صاحبکاران تاجیک مجبور بودند محصولات را با تلفن یا توسط اینترنت سفارش دهند، وضعی که به صاحبکاران چندان پسند نبود. صاحبکارا رفته چون میبینن که برای چیزی که با تلفن زکاس میکنه اوج کینتره بار خطا میوه خیلیش. وقتی چون برای اوج خیلی خوب میشه. وقت با تلفن دیگه خیلی بار روی میکنن خطا خیلیش میوه. وقتی راسوید که مقصد ایمی 3 سوید زکاس میکنی در تلفن دیگه سوید میتوه. وقتی ای پیش میبینی و دیگه. حکومت چین اول امسال کرانتین مجبوری و محدودیت ورود مسافران را به این کشور بیکار کرد. مسافرانی که وارد چین میشوند اکنون 1 هفته در کرانتین نمی ایستند و تنها باید تا 48 ساعت پیش از پرواز نتیجه منفی کرونا ویروس داشته باشند. صاحبکاران تاجیک از باز شدن مرز چین خوشحالند، اما میگویند ارزش راهگیر را دندان شکن است. تا آغاز پاندمی میان دوشنبه و ارومچه پرواز مستقیم عمل میکرد. صاحبکاران تاجیک حالا مجبورند که توسط روسیه به چین بروند. ما صاحبکاران از خواهش میکنیم که همون راهگیری که ما میبینیم همون کمتر ارزانتر کنند، از سبب که کمتر نرخش گرانتر است و ما صاحبکارا دستنهره از تمگیر میشه. مثال خواهشمندیم که همون رئیس ارومچه که هست همون مثال بر وقت رو زودتر کشوده کنند که تا ما رفته بیاییم. بسته بودن مرز چین به بازارهای تاجیکستان به تاثیر نماند. یک قسم بازار را اکنون مال ازبکستان گرفته است. خطای محکم بود، بار آمدنش به حد دیر می اومد. همین خاطر وقتی ما ازبکستان زده تیم، ازبکستان اوج صفاتش من چنار زد. هم نزدیک است. بر در یک روز می بیاد. امروز زکات می فقط می بیاد. چین یکی از شریکان اساسی اقتصاد تاجیکستان است. یکی از قرض دهنده های اساسیش نیز. از چین به تاجیکستان بیش از 3000 نامگوی مال وارد می شود. از تاجیکستان به چین حدود 10 نامگوی محصولات می برند. سالهای اخیر قرض زیاد و وابستگی تاجیکستان از چین تنقید می شود، ولی مقامات پیوسته گفتند حد خود را می شناسند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. اکنون از بازار ماشین ها میگوییم. یک صاحبکار تاجیک ادعا دارد 92 ماشین گران ارزشی که باید برای فروش به تاجیکستان انتقال میداد در گرجستان درماندند. با گفته او یک شهروند گرجستان که ماه نوامبر ماشین ها را از شهر روستوی به دوشنبه میرساند غیب زده است. افرادی که از پیش پول ماشین ها را به مالک شرکت افتا ایمپورت تی جی دادند علیه او به مقامات تاجیکستان شکایت بردند. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ماست. درود مومین. این ماشین ها چقدر نرخ دارند و مشکل از کجا آغاز شده است؟ بله شهلا، امام نظر محمدов مالک شرکت افتا ایمپورت تی جی گفت مبلغ ماشین ها بیش از 2 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. این ماشین های نوی خارجی گرانبهایند که هر کدام از 10 تا 100 هزار دلار ارزش داشتند. پول اکثر ماشین ها را صاحبانشان در تاجیکستان پرداختند و ماشین ها باید تا نیمه ماه ینور به کشور می رسیدند.
امام نظر محمدов بر رادیو آزادی گفت به یک شهروند گرجستان برای انتقال این ماشین ها بیش از 150,000 دلار داد ولی او را دیگر نمی‌یابد. مصاحب ما با ارسال این ویدیوها گفت که هفته پیش ماشین ها را در یک توقفگاه در تفلیس یافتند ولی به نقل محمدов حالا پول ندارند که آنها را به تاجیکستان فرستند. اگر پول هم پیدا کنند نزدیک به 2 ماه دیگر لازم بشود تا ماشین ها به دست صاحبانشان برسند. صاحبکار تاجیک به وزارت کارهای داخلی گرجستان از رفتار فردی که ماشین ها را به تاجیکستان نرساند شکایت کرده است. مقامات گرجستان موضوع را شرح ندادند. صاحبکار تاجیک گفت که اکثر خریداران مقامداران تاجیک هستند و حالا فشار به اهل خانواده‌اش بیشتر شده است چون منصبداران گمان دارند که صاحبکار آنها را فریب داده است. یک نفری که از قبل به این صاحبکار برای آوردن ماشین 12,000 دلار داده است گفت فکر میکند که فریب خورده است. این نفر که نخواست از اون نام بریم گفت با وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شکایت کرده است چون صاحب شرکت اوتو ایمپورت تیجی به وعده‌اش وفا نکرد. مومین چرا صاحبکاران ماشین های خارجی را از طریق گرجستان به تاجیکستان انتقال میدهند؟ این چگونه راه است؟ ببینید شهلا قبلا تاجران بیشتر از دبی به تاجیکستان ماشین میفرستادند. در 5 سال اخیر گرجستان راهی اساسی انتقال ماشین های خارجی به تاجیکستان شده است. گرجستان از سبب آن انتخاب شده است که به تاجیکستان راهی زمینی نزدیکتر دارد و برای صاحبکاران و رانندگان روادید لازم نمی شود، ترجمان لازم نمی شود. صاحبکاران نقل کردن آنها ماشین ها را از اروپا و امریکا خریده توسط راهی آبی تا گرجستان می آورند و از آنجا به تاجیکستان می رسانند. البته خرج راهی آبی کمتر است. پیشتر تاجران باید به دبی می رفتند، ترجمان کی را می کردند، ماشین را می خریدند و منتظر می نشستند که کی مالشان تا تاجیکستان می رسد. بیشتری ماشین هایی که به تاجیکستان وارد میشن البته دست دویمند ولی ثروتمندان تاجیک ماشین های نو نیز از تاجران درخواست میکنند و پول آنها رو از پیش میپردازند. فهم و سپاس مومین برای صحبت. شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده به اوکراین 31 تانک ابرامس میفرستد. چند ساعت پیشتر از این آلمان اعلام کرد که به کیف 14 تانک لپارد 2 میدهد. این نیروها به اوکراین برای مقاومت به نیروهای روسیه ارزیابی شده است. طاهر سفر تفصیلات دارد. جو بایدن روز چهارشنبه با ورود به این تالار کاخ سفید گزارش‌ها درباره کمک‌های نوی نظامی به اوکراین را تصدیق کرد. امروز اعلان میکنم که ایالات متحده به اوکراین 31 تانک ابرامس میفرستد. این اقدام را وزیر دفاع آستین توصیه داده است زیرا توانایی اوکراین را برای دفاع از خود و رسیدن به هدف‌های استراتژیک خود افزایش می‌دهد. اظهارات بایدن چند ساعت بعد از آن صدا داد که صدر اعظم آلمان اولاف شولز گفت برلین به اوکراین 14 تانک لئوپارد 2 می‌دهد. اکنون کشورهای دیگر اروپایی هم این کار را کرده می توانند. اوکراین، لهستان و کشورهای ساحل بالتیک اظهارات شولز را دیرباز منتظر بودند. صدر اعظم آلمان گفت برلین از اوکراین پشتیبانی می کند اما این زمان نمی خواهد روسیه را تحریک دهد. ما باید آشکار بگوییم هر آنچه برای حمایت اوکراین ضرور است میکنیم اما در عین زمان از اوج گرفتن جنگ بین روسیه و ناتو پیشگیری میکنیم. همیشه این اصول را رعایت میکنیم. بایدن با شولز به خاطر اقدام برلین در برابر اوکراین اظهار سپاس کرد. پرزیدنت آمریکا گفت مقصد از دادن تانک‌ها کمک به اوکراین برای دفاع از خاکش است. اینجا هیچ گونه تهدیدی تهاجم بر روسیه نیست. اگر سربازان روس به روسیه برگردند در آن جایی خواهند بود که به خودشان تعلق دارد. جنگ همان روز تمام خواهد شد، چیزی که همه ما می‌خواهیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مدت‌ها باز از همپیمان‌های غربیش می‌خواست به آنها تانک بدهند اما گپ درباره 10 یا 15 تانک نمی‌رود. کیف با تقریباً 350 تانک نیاز دارد. کارشناسان نظامی میگویند شمار تانک‌هایی که کشورهای همپیمان تا این دم فرستادنش را وعده دادند به 90 میرسد. تصمیم آمریکا و آلمان و همپیمان‌های دیگر اوکراین را
در مسکو خوش نپذیرفتند. وزارت کارهای خارجی اوکراین این کار را خطرناک نامید و گفت که این نیزا را بیشتر خواهد کرد و کم نه. موضوع اوکراین را ادامه می‌دهم. حامیان حقوق بشری روسیه ایصال نگرانی می‌کنند که شرکت خصوصی امنیتی معروف با نام گروه واگنر به طور گسترده محبوسان را در جنگ اوکراین استفاده می‌برد. قصر سفید تصدیق کرده است که در بین 40,000 محبوس سفربر شده به صفهای گروه واگنر شمار قربانی‌ها بسیار زیاد است. گزارش صدای آمریکا در این باره را کیومرثی تا تقدیم می‌کند. در حالی که روسیه می‌خواهد مناطق اشغال کرده‌اش را در اوکراین حفظ کند، قصر سفید ابراز داشت که گروه واگنر هزارها محبوس را به جبهه دنباس سفربر کرده است. شماره قربانی ها در بین محبوسان فوق العاده بلند است. به فکر ما عملاً 90% قربانی ها محبوسان بودند. مسکو آمار خارجی را رد می‌کند، ولی واضح است که شماره محبوسان فوتیده در جنگ اوکراین خیلی بزرگ است. منصبداران اوکراینی تخمین می‌کنند که از بین 38,000 محبوس که روسیه به جنگ اوکراین سفربر کرده است، نزدیک به 77% آنها فوتیده، زخمی شده، اسیر افتاده و یا بینام و نشان گشتند. آنها را برای مردن می‌فرستند. روسیه اصرار می‌ورزد که نیروهایش در جبهه دستاورد نظررس دارند، ولی کارشناسان بر این نظرند که کرمل نمی‌تواند سرنوشت تلخ محبوسان سفربر شده را به گروه واگنر پنهان نگه دارد. آنها این محبوسان را تکمیل کننده می‌نامند. این روزنامه‌نگار حربی اوکراینی در صحبت با صدای آمریکا گفت که ماه گذشته هر روز در جنگ‌های اطراف شهر سولدار صدها سرباز روسیه کشته می‌شد که تقریباً همه اشان محبوس بودند. با هدف حمله به نقطه‌های آتش اوکراین، دشمن بتالون‌های محبوسان را استفاده می‌برد. این چیزی نو نیست. در دوره استالین هم آنها را استفاده می‌کردند. در سالهای جنگ دوم جهانی بتالون‌های محبوسان گولاگ بدون کدام سلاح و تجهیزات جدی به نقطه‌های تحکیم یافته آتش فرستاده می‌شدند. به قول بوتوسوف، در بعضی حالتها روسیه محبوسان را با سلاح سبک به مقابل توپخانه وزنین اوکراین می‌فرستد. وقتی نیروهای اوکراینی این محبوسان را هدف آتش قرار می‌دهند، فرماندهان روس موقع‌های توپخانه‌های اوکراینی را معین می‌کنند. حامی حقوق محبوسان در روسیه اولگا رامانووا میگوید محبوسان عادتاً شرطنامه 6 ماهه بسته برای هر ماه جنگ برابر به $3,000 آمریکا میگیرند، ولی سبب امضای شرطنامه دیگر است. سبب اساسی این است که آنها میخواهند آزاد باشند. رامانووا می‌افزاید که تا کنون از ده‌ها هزار محبوس سفربر شده از طرف رهبر گروه واگنر یوگنی پریگوژین همگی 106 محبوس آزاد و به خانه‌هایشان برگشتند. در آخر سال گذشته خواهش خدمت در گروه واگنر در بین محبوسان کاهش یافت، زیرا اولا کشتارهای بدون محاکمه، ثانیاً وعده‌های اجرا نشده و سوم شماره بزرگ قربانی‌ها به این سبب شدند. در همین حال اولگا رامانووا باور دارد که کرمل استفاده محبوسان را در تطبیق نقشه‌های ژئوپلیتیکیش دوام می‌دهد. پریگوژین باز 20 تا 30 هزار محبوس را از زندان‌ها به جنگ می‌برد و بعد مقامات سفربری رسمی به ارتش را اعلان می‌کنند. ماه نوامبر سال گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سند را امضا کرده به بسیج محکوم شده هایی که حکمشان اجرا نشده است و یا وقت حکمشان گذشته است اجازت داد. همین طور چارچوبی وسیع‌تری برای دعوت محبوسان بیشتر به جنگ بنیاد شد. بینندگان عزیز، با همین برنامه امروزی ما به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیوها هر ساعت در وبسایت ozodi.org و در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیک ادامه دارد. اگر شما هم از آن خبری دارید و می‌خواهید با ما در میان گذارید، روی فرستادن و شماره تلفن ها در وبسایت ما هست. تا ملاقات فردا، دوستان مهربان، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما باشد.